ما اینجا 12 تا نوت داریم، 12 تا نوت اصلی داریم. این نوت ها رو من براتون به دونه بدونه میگم. دو، ره، می، فا، سول، لا، سی. این 7 تا نوت اصلی مونه و 5 تا نوت دیگه هم این بالا داریم که اسماشونم بهتون میگم. فعلا با این 5 تا کار نداریم، میریم تو این قسمت هایی که نوت های اصلیمون هستن. خب اینو میتونین خونتون تمرین کنین، در منزل میتونین اینو تمرین کنین. نوت دو جاش کجاست؟ شما اگه دقت کنین یه ستایی دارین، یه دوتایی دارین، یه ستایی، یه دوتایی و این در ساز شما مکررن تکرار میشه. میخوام جای نوت دو رو مشخص کنیم. خیلی ساده است. این دوتا رو میبینین؟ سمت چپش میشه نوت دو. اینو باید حفظ کنین. دو، ره، می، فا، سول، لا، سی که خیلیاتون هم حفظین. دو میشه این نوت. و به سمت بالا که میریم ره، می، فا، سول، لا، سی هم جاشون مشخص میشه. حرکات ما به دو سمته، بالا رونده و پایین رونده که براتون بعداً توضیح میدم. پس با این تفاسیر این میشه دو. دقت کنین بین این دوتا کلاوی سیاه، فعلا بهتون نمیگم اینا دیزه یا بموله، بین این دوتا کلاوی سیاه میشه چی؟ ره، می، فا، سول، لا، سی. شما اگه به مدت 3 روز 10 دقیقه هر روز تمرین کنین، حتی اون 3 روزتون میتونه کنار هم نباشه. مثلا میتونین شنبه تمرین کنین، وقت نداشتین یک شنبه رو ول کنین، بعد بذارین دوشنبه و پنجشنبه مثلا. اصلا نمیخواد با فاصله هر روز باشه. 10 دقیقه هر روز تمرین کنین، جای این نوت ها رو دقیق یاد میگیرین. جای این نوت ها رو یاد میگیرین. من یک بار بهتون نشون میدم. دو، ره، می، فا، سول، لا، سی. اسمشون به صورت لاتینه. اینایی که من بهتون میگم به صورت لاتینه. اسمشون به صورت انگلیسی هم هست. تو خیلی از سازها این اسما به صورت انگلیسی تایپ میشه. اینها اسم انگلیسی هم دارن. من اسم انگلیسیشون هم به شما میگم. اگه بخوایم حساب کنیم میگیم A, B, C, D, E, F, G. یعنی 7 تا نوتمون میشه A, B, C, D, E, F, G. این 7 تا نوت اصلیمون. اگه بخوام از A شروع کنیم، نوت اولمون میشه لا. یعنی میشه لا A, B, C, D, E, F, G. اینم ترتیب بندی. حالا من چون میتونستم از دو شروع کنم بگم C, D, E, F, G, A, B. حالا من چون میخواستم A, B, C, D بگم مستقیما از لا اومدم تا سول. A, B, C, D, E, F, G.